سلام دوستان، خوش اومدین به بیت وایب. سریع بریم تحلیل رو بکنیم. تایفر ماهانه تایفر ماهانه تایفر ماهانه تایفر ماهانه. چکندر خوشگلی و رفتیم تو اووربای. بعدا درباره صحبت میکنم. باید ببینیم که چطور میبنده کندل. تایفر هفتگی من دیروز گفتم چه کندل ستاپی، چه کندل خوبی. ولی خوب گفته بودم اگه بالاتر میبستیم خیلی بهتر بود. الان چند درصده؟ 5%. آروردور نداده هنوز نداده. ولی چه کندل خوشگلی بود. آرسایی هم که وارد اووربای بشیم منطقه هیجانیه دیگه. تایپر روزانه تایپر روزانه اینجا یه مقاومت خوب داریم. آرسایی هم که چه خوب رفت. خب تایپر هم 4 ساعته. 4 ساعته اینجا اگه پوزیشن باز نکردی کارت خیلی سخت خواهد بود که بتونی اینجا پوزیشن باز کنی. احتمال استاپ خوردن بالا خیلی بیشتره. اول باید صبر کنیم اول باید صبر کنیم که از اووربای در بیاد، اینجا یه ساختاری درست کنیم. ولی خب تو روندهای سعودی بی تصمیم باشی بد نیست. یعنی چی؟ شما تو روندهای سعودی اگه دیدی مثلا اومد، چه میدونم، تو 15 دقیقه بگم، تو روندهای سعودی تو روندهای سعودی از همینجا اومد اینجا با اضافه شدن حجم شکوند. شما اینجا یکم بی تصمیم باشی بد نیست. یعنی اگه بری پوزیشن باز کنی بد نیست. چون تجربه گفته تو روندهای سعودی باید بی تصمیم باشی، مخصوصا که یه همچین روندی پشتش هست. بیت کوین یه همچین روندی. اینجا اگه نتونستی پوزیشن باز کنی اینجا خیلی قرار خیلی استوب بخوری واقعا. ولی خب من منتظرم که اینجا بیایم یه سقف درست کنیم. چرا نمیشه؟ بیایم اینجا، بیایم سمت پایین، یه بار دیگه با این سطح برخورد کنیم، ریجکت بخوریم. دفعه بعدی که اومد و سمت بالا شکوند، اون موقع من میرم پوزیشن بازی میکنم. استراتژی من اونطوری نیست که بخوام بی تصمیم باشم. تایم فریم 15 دقیقه. هنوز فعلا چیز خاصی نیست، دیتای خاصی نیست بگم. به تایم فریم هفتگی گفته بودم دیگه. تایم فریم هفتگی، این کندل من گفته بودم. اگه بخوای بریم به سطح بالاتر و آرسای اونم وارد منطقه هیجانی بشه و تایم فریم ماهانه هم که قرار بشه، که قرار شد. تارگتمونم 121,000 دلاره. خب بریم دامیننس بیت کوین. دامیننس هفتگی نتونست بشکنه. حواسم بهش نبود. انقدر ما رو اذیت کرد همین دامیننس اصلا. خب خب 4 ساعته حمایتش کنیم، مختلف هم کنیم. خب الان دیگه وقت پوزیشن باز کردن نیست دیگه. فقط باید صبر کنیم یه ساختار درست بکنه. یعنی شما اگه همینطوری بری وارد بشی واقعا منطقی نیست. یه سیتی و این کفه خیلی مهمه. بعد از همچین کندلی که قدرت خریدار رو نشون میده با شدت، وقتی این ساعت رو بشکنیم احتمال اینکه خیلیش با شدت بیشتری بریم هست. ای عجب کندلی بستیم هفتگی.
تایم فریم روزانه. اینجا هم یه قیمت خاص داره. تایم فریم روزانه. تایم فریم روزانه اینجا رو فیک کردیم، ریجکت خوردیم. این سطح رو راحت میتونیم بشکنیم، راحت تر. هم اینجاست. خب تایم فریم 4 ساعته. وقتی یه جا رو فیک میکنیم با شدت بیشتری میایم مخالف اون روند رو میشکنیم. این اتفاق میفته. تایم فریم 4 ساعته. فعلا با صبر کنیم یه استراحتی بکنیم شکستشو بگیریم که من تو تحلیل های بعدی میگم بهتون. فعلا فقط باید نگاه بکنیم. همین. توتال. هنوز هم روندمون قویه. بعد از یه همچین کندلی یه استراحتی کردیم و اون کندل مورد علاقه منو زدین، منو زد، که بعدش نمیدونم چه اتفاق افتاد. تایم فریم روزانه و مقاومت هم داریم. شکوندیم. فعلا داریم استراحت میکنیم. فعلا تو استراحتیم. نگاه کن آرسایی ببین، خنده دار ببین. خب. خب دیگه همین. فعلا زیاد حرف خاصی ندارم امروز. خب باید صبر کنیم که مارکت یه ساختاری درست بکنه. فومو نشید. دلیل نیست الکی پوزیشن باز بکنید. اگر هم پوزیشن باز کردین دیگه بدونید دیگه احتمال زیاد قرار استاپ بخورید. انتظار زیاد نباید داشته باشید تو این موقعیت. خب من که فعلا صبر میکنم که مارکت ساختارشو درست بکنه. اون موقع پوزیشن باز میکنم. تحلیل میذارم باز. موفق باشید.